салом бинандагони азиз, хабарҳои тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои озодӣ пай мегирем. Имрӯз 30 ноябр аст. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. муҳлати даъват ба хидмати артиш дар тоҷикистон аз рӯи қонун хотима ёфт. мақомот дар гузоришдиҳӣ аз иҷро шудани нақшаи даъват шитоб надоранд. қариб 1000 нафар шаҳрвандон оид ба аблағ ва вайрон кардани равиши даъват муроҷиат карданд. баъди эътирофи мақомот аз хато дар нашри натиҷаҳои интихобот, президенти Қирғизистон амр дод натиҷаҳои овоздиҳӣ дастӣ ҳисоб карда шаванд. таҳлилгарони тоҷик дар бораи хорух охирин ҳодисаҳо баёнгари чи аст ва то куҷо метавонанд минтақаҳои дигарро ҳам асар кунанд? ин чиз метавонад ки дар дигар минтақаҳо ҳам рух диҳад, агар ба ҳамин шева ҳукумат рафтор кунад. рӯзи 30 ноябр даъвати тирамоҳии ҷавонон ба артиши тоҷикистон ба поён мерасад, вале то ҳол мақомот дар бораи иҷрои нақшаи даъват гузорише надоданд. солҳои қабл то анҷоми муҳлат одатан вазорати мудофиа аз пурра иҷро шудани нақша хабар медод. иҷро нашудани нақша агар як мушкил бошад, мушкили дигар ба қавли ҳомиёни ҳуқуқ афзоиши сарбозшикор ё аблава будааст. мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Нигораи Фазлиддин дар ин бора гузориш медиҳанд. دلربا سمدوه قریب 8 سال است که به حفظ حقوق سربازان و دعوت شدگان مشغول است. در تجربه او بار اول بود است که مقامات از اجرا شدن نقشه دعوت به ارتش خبر نمیدهند. و سببش من فکر میکنم که این در حقیقت از عهده بود کردن نقشه نبرآمدن مقامات ها است. زیرا اگر بود میشد الکی اعلان میشد. تلاش های زیادی ما برای گرفتن نظری وزارت دفاع به نتیجه بود. دقیق نیست که نقشه تیرماهی دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح چقدر اجرا شده است. یک احتمال هم وجود دارد که یک سبب اجرا نشدن نقشه افزایش دادن تعداد سربازان در ارتش تاجیکستان است که سر دولتی به حساب می رود. اجرا نشدن نقشه دعوت یک طرف، حامیان حقوق از افزایش سربازشکار اظهار نگرانی دارند. مسئولین سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی تقریبا هر روز در این باره شکایت می‌گرفتند. همه ساله زیاده 30% مراجعات‌های ما، یعنی اگر مسئول گذشته 70-700 گوییم، اگر 30% آن زیاده 300 نفر وابسته به حقوق خود و ویران کردن روش دعوت، یعنی چیزی که در خلق ابلاغ میگویند مراجعت کرده بودند. این سال ما خیلی مراجعات‌های زیاده از 40%، یعنی اگر ما 2000 مراجعات گرفته باشیم، اگر زیاده از 40% آن تقریبا قریب 1000 نفر شهروندان آید به ابلاغ و ویران کردن روش دعوت، دستگیر کرده، مجبوران روی کردن دانشجویان و دستگیری والدین مراجعت کردند. سربازشکار یا زورن به ارتش بردن جوانان مشکل یگانه دعوت نیست. حامیان حقوق میگویند در دعوت تیرماهی امساله دانشجویان بسیار ضرر دیدند. وقتی که دانشجویان اون کمبودی دارند، درس‌ها را رعایت نمی‌کنند، مثلا حاضر نمی‌شوند، یا حتی اگر یگان نزاع با رهبریت ماموریت دانشگاه داشته باشند، اگر الکی آنها تهدید از خدمت حربی فرستادن می‌کنند. این خیلی ننگاور است، زیرا که خدمت حربی عموماً ارتش نباید که همچون یک جزا استفاده کرده شود نسبت جوانان. این باید که یک وظیفه افضلیتناک دولتی، یک ابرومند باشد و جوانان فخر کرده آنجا روند. دانشگاه ها میگویند که این ادعا اساس ندارد. ماهی انور پارلمان تاجیکستان قانون نو دعوت جوانان به ارتش را قبول کرد. امید میرفت که با قبول قانون نو سربازشکار کاهش می‌یابد، اما آمار حامیان حقوق برعکس این را نشان می‌دهد. فعالان جامعه شهروندی راهی از بین بردن ابله‌ها را چنین می‌بینند. جوانان باید درک کنند که خدمت حربی برای چی لازم است. اینجا نقشی مکتب زیاد است، نقشی دانشگاه زیاد است، نقشی جامعه زیاد است. سالانه در تاجیکستان 2 مراتب بهار و تیرماه معرکه جلب جوانان به ارتش صورت می‌گیرد. جلب مجبوری یکی از مشکلات است که هر سال تکرار می‌شود و سبب سرپیچی از خدمت را هم بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان و کشتن و معیوب شدن تعدادی از نوعسکران می‌دانند. مولو رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
با گذشت 2 روز از انجام اعتراضهای ساکنان خاروغ، بحث‌ها درباره سبب‌های تظاهرات و ناآرامی در شبکه‌های اجتماعی و محفل‌های سیاسی تاجیکستان ادامه دارد. بحث سر آن است که چرا این ولایت که بیشتر از نصف قلمرو کشور را تشکیل می‌دهد، در هر چند سال یک بار ناآرام می شود و یا گروهی از مردم آن اعتراض می کنند. همکاران ما در دوشنبه نگاره فضل‌الدین و اسکندر فیروز در این باره با تحلیلگران صحبت داشتند و نخست سبب‌های تظاهرات را از نژادشناس پرویز مولاجانوف پرسیدند. با اعتقاد این نژادشناس تاجیک، ساکنان بدخشان مثل کلیه مردم تاجیکستان با برخی از پدیده‌های ناعدالتی روبرو هستند و خواستند در این مورد اعتراض کنند. شخصانی با مانند ابیرزاده این یک پدیده الوهیده نیست. در دیگر ولایت‌های ما آن را دیده می‌توانیم. اما عبدالملیک قادیروف تحلیلگر تاجیک وقوع حادثه اخیر در خاروغ را با اشتباه حکومت مرکزی و ادامه حوادث سال 2012 مربوط می‌داند. حکومت باید سیاست خودش نسبت مردم تغییر دهد. باید احترام به حقوق مردم را اعتراف کند و این احترام نسبت حقوق مردم را ارزگذاری کند و اون برای مردم مهیا سازد. بدخشان این یک نمونه آشکارای وضع امروزه در تمام تاجیکستان است. این چیز میتواند که در دیگر منطقه ها هم رخ دهد اگر به همین شیوه حکومت رفتار کند. حکومت باید که از این حادثه بدخشان برای خودش یک درسی خیلی مثبت گیرد. مراد محمدشاев خبرنگار تاجیک میگوید که در میان مقامات تاجیک نفرانی هستند که جانبدار تشنج وضع در کشور به ویژه بدخشان هستند و شاید هدفهای را دنبال میکنند. قبل از همه باید همه گونه‌گاران جزا داده شوند، به خصوص نمایندگان دادستانی و میلیسیا که در مرگ این آدمان گناهگار بودند. دوم، تمام نیروهای اضافی که به حدود ولایت وارد کرده شدند و هیچ کاری نمی‌کنند، باید از قلمرو بدخشان بیرون کرده شوند، زیرا حضور آنها زمینه را برای دوباره سر زدن چنین تظاهرات فراهم می‌کند. تظاهرات در مرکز شهر خاروغ روز 25 نوامبر پس از آن سر زد که به نقل ساکنان گلبدین زیابکوی 29 ساله در عملیات مقامات کشته شد. در این عملیات همچنین ساکن دیگری رشتقاله گلنظر مرادبکov زخمی شده دیرتر در بیمارستان درگذشت. در درگیری‌های بین پلیس و اعتراضگران در خاروغ روز 25 نوامبر شهروند دیگر توتیشو امیرشاев کشته شده است. مقامات تا این دم زخمی شدن 5 کارمند نهادهای قدرتی و یک وکیل پارلمان را تصدیق کرده درباره کشته شده ها چیزی نگفت. در قرقیزستان پرزیدنت امر داد که نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 28 نوامبر از نو حساب کرده شود. قرار صادر جبورов در واکنش به اعتراض مخالفان بود که میگویند اکثر حزب‌های رو به حکومت و ناشناخته به پارلمان راه یافتند و مخالفان رأی کافی به دست نآوردند. کمیسیون مرکزی انتخابات هم اعتراف کرد که هنگام شمردن نتیجه های اولیه به خطا راه داده است. همکار ما در بشکک اکرم عبدالقهار در این باره شرح بیشتر دارد. کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که سبب خطا در آوازها خطای فنی در نرم افزار قطعه‌های آوازدهی الکترونی بوده است. رئیس کمیسیون نورجан Шайлдабекова روز 29 نوامبر برای این خطا از حزب‌های سیاسی و شهروندان عذر پرسید و گفت که در حوزه‌های انتخاباتی برای حساب دستی آرا شروع کردند. رئیس جمهور قرقیزستان نیز امروز ضمن واخوری با اعضای کمیسیون گفت که مشکلی تکنیکی با عیب کارمندان کمیسیا به عمل آمده است. صادر جبورов تاکید کرد که در انتخابات تقلب جای نداشت و از کمیسیای انتخاباتی تقاضا کرد که اجازه دهد حساب دستی بولتن‌ها را خواهشمندان نظارت کنند. در قرقیزستان 28 نوامبر انتخابات پارلمانی برگزار شد. حزب‌های مخالف نتیجه‌های پیشکی انتخابات را نپذیرفته و مقامات را به تقلبکاری متهم کردند.
раҳбарони 4 ҳизби сиёсӣ атамикен, ҳизби озодӣ, социал-демократҳо ва ҳизби ваҳдати қавмҳо аз мақомот талаб карданд, ки натиҷаҳои интихоботро бекор ва интихоботи навро барпо кунанд. мухолифон комиссиони интихоботро ба он муттаҳам карданд, ки дар 40 дақиқае ки монитори ҳисобу китоби овозҳо аз кор монданд, овозҳо дуздидаву тақаллуб шуданд. ташаккур. ҳамкорам акрами абдуқаҳҳор аз шаҳри бишкек охирин қарорҳо дар робита бо интихоботи қирғизистонро шарҳ дод. аъзои ҷамоаи ҳазораҳои Афғонистон ки аксаран пайрави мазҳаби шиа мебошанд, шикоят доранд, ки толибон онҳоро аз хонаҳояшон берун мекунанд. гурӯҳи оилаҳои ҳазора ки аз вилоятҳои Дайкундӣ ва Урузгон ба пойтахти Афғонистон фирор кардаанд, мегӯянд, толибон шабона ба хонаҳояшон омада онҳоро аз манзилашон меронанд, молу мулкашонро гирифта ба ҷонибдорони толибон медиҳанд. каймарсиято гузориш медиҳад. ҳазораҳои Афғонистон мегӯянд, ки толибон хонаҳояшон ро ишғол карданд ва онҳо маҷбур шуданд, ки аз макони доимии зисташон фирор kunand. як гурӯҳи ҳазораҳои вилоятҳои Дайкундӣ ва Урузгон дар Кобул паноҳгоҳ ёфтааст. هستم از ولسوالی گزا و از ولایت دایکندی که در زمان آمدن طالبان مثلا در منطقه که آمد، یک شب آمد دم خانه ما، بس یک سری گفت که از خانه باید بیرون شدیم. ما گفتیم ما با چه طرزی مثلا از خانه بیرون شدیم؟ گفتی زمینای ملکا که هست مال ما، شما نمیدونیم گرفتین و چی کار کردین، شما باید از این منطقه بیرون شدیم. ما گفتیم در نصف شب که نمیشه، مثلا میالا اقلا بان که ما صبحی بیرون شدیم. گفت نباید نصف شبی بیرون شدیم. کاربرانی که این نوارها را به رادیوی آزادی فرستادند میگویند که عائله‌های قومی هزاره از مال و ملکشان محروم شده و حالا در خیمه‌ها به سر میبرند. این صحنه همچون تخریب منزل عائله هزاره شهر داده شده است. مرد دیگری از دایکندی تاکید میکند که طالبان بعضی از پیشوایان قوم هزاره را حبس کردند. اینا نماینده های ما به محض در مرکز ولسوالی حاضر شدن، اونا را در بندیخانه بردن، اونا را بندی کردن. بعد از 15-20 روز که اینا در بندیخانه بود، با نیروی نظامی شب هنگام آمدن وارد منطقه ما شدن که هنگام شب بود. بچه ها و زن ها کلا ما وحشت کرده بودیم، حتی آمدن در ما هشدار دادن که خانه را ترک کنید. ما شب هنگام از خانه بیرون شدیم، شب در مابین زراعت زندگی کردیم. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال نوشته است که ماه اکتبر امسال در منطقه دایکندی طالبان 13 هزاره سابق سربازان حکومتی را به قتل رساندند. در همان ماه اکتبر طالبان تعقیب و اذیت هزاره ها را رد کردند. این یک تبلیغاتی بود که دشمن امارت اسلامی، دشمنای امارت اسلامی البته به تمام دنیا تک پخش میکرد که گویا شیعه و سنی بین خود مشکل دارن. هیچ مشکلی نیست. امارت اسلامی همه ملت را یک قسم میدانه. مشکل با هیچ اقوامی نداره، مشکل با هیچ مذاهبی نداره. منبع‌های قابل اعتماد به رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی خبر دادند که طالبان در میان بحث صاحب ملکی این منزل‌ها هزاره‌ها را از خانه‌هایشان بیرون کردند. آنها می‌افزایند که خانه‌های غصب شده هزاره‌ها به گروه‌های محلی نزدیک به طالبان تقدیم شدند. یک ساکن این محل غصب خانه‌ها را عملی غیر قانونی شمرد. در خود محکمه دایکندی، محکمه مرافعه ما قاضی نداشتیم. در خانواده اینا شاید 700-800 خانواده بیشتر میشه. خب اینا را چطور میتونه یک دفعه در مدت 10 روز 15 روز اینا را آدم کوچ بده مگه حکم محکمه از خلاص شد؟ آیا این در هیچ قانون در هیچ سر دنیا شبیه همزر شما دیده اید؟ عائله‌هایی که در خیمه‌های کابل پناهگاه یافتند با زمستانی سرد روبرو بوده زیاد امید ندارند که میتوانند به خانه‌هایشان برگردند. و این اخبار آزادی بود و من خیرمان بقازاده. خداحافظ.